یعنی محمد جون خوشرونی که انا ایش چیه؟ مفت ها مفت برای چی در کاره برای ایسکاری زدن درست؟ ها انا ایش چیه؟ ایش ها ایش چیه خیلی؟ محمد جون خیلی انا همیش چیه میدونی؟ چیه؟ گاز قنداتزن وقتی این میجوکی تراکتور حرکت نکنه وقتی که همجور جوف کردم کم اهمیت بدی چی هایی کردم ها تو یاد بگی محمد الله جان ایسی نگاه کن همین یک مرده 40 هنر کمای فهمیدی 40 هنر کمای این تراکتور هایی کنی بچم یکی ای هنروی هسته که انا ما مصفیدی بابید انا می هنروی هسته که انا همین مصفیدی بابید در دورهای جنگی بزرگی وطنی یاد گرفته ای روی تانکه ما خودم تانکر نداشتم وقتی فشیستای تانکیست قپیدم که دستاشونو بالا کردن خندی خواه گفتم شنا انا بعد تانکشونو گرفتم های کردم یا دیگه به تانکی خودشونو سر کردم تو همین ما رو آوردهستی کجا آوردهستی نمیدونم اول دگان جان بیا بریم با میگم دگان حالا با اینه میخورد میدونی ما یک گم هنر به هنر نیستم همه هنر دارم میدونم خیلی ندیدی خدا دیده سمت خیلی عذاب میکشم در زندگی با همه قباله سوخته نمکا و رشو میدونی چی میگه؟ میگه که گوهر ایدستی تو هیچ هنر نمیآید تو کار قشلاق کدن نمیتونی تو دختر هنرمند نیستی برای همون گفتم دگان جان بیا بریم یک بار هم در این پخته دم پخته بچینم هموشون دبرم نشان بدم بدونه که من خیلی کارو را میتونم ای خمان هازی پخته چینی اومده ها دگان جان اوف نه که تو عجایب دختر بدی گوهر آخی نخود که اولین بارش که با پکت هیچ کس پخته چینی نمیآید لیمچه قطی میان به همین افت باشری خدمانه بی خیلی هیچ کس پخته نمیچینه میدونم دگان جان این پاپوشیا رو بی تو اقلا بر وقتر نگفتی من خانه یه چی محکم میپشیدم یه رومالی کلاه میداختم یتی لیمچه میگرفته آخی دگان میدونستم که بگم نمیای قطعی برای همه کفتم ببرم بعد دیگه مجبوری دیگه چیکار میکنی بیا دگان یک هنر رو برای نشان بدیم عجایی دختری همی تو گوهر نکیده یو بسم الله میره بی دگانه پخته را چطور خشروشیده یا حالا که میچینه ها این دادی خدا را بی این سفیدی را بی ایسو نگاه کجا نگاه داری تو ایسو نگاه که شورد مر نگاه که تمام رو مصفحه شدی با میخندیه و هم دوری پخته دور آمدیان پخته رو بپرس چیندازیان چی مقصد دارم و یا ها نمیدونی ما پیر شدم چشمایی تو کجا داری تو نگاه که یاد بگی فهمیدی نمان که پخته رو اصریف کنن و یا برای یک کاری خرد چیده اسمش مایلش چو چینده سیان و یا من ندیدم تام ندیدی یا ای بایای بشی تراکتور نگاه که تا اینجا تراکتور نگاه کردن که هیچ که چقه نشو کار بزب شده کار بزب شد حالی بیست حاصل بیست حالا بای بار پخته چیندگی هستی نمیدونم یک تاییجش چیندهسم یک تاییجش خیم به خاطر دوگانگی گفته چیندهسم دیگه چه کنه دگان جان من این کار در کسب همه کم پیش رفته ای هسته کی خب انا با فکرم که شیده است اینو نگاه کن اینه ها با اکو گوهر میگم پختار که چیندی جنگ و جنجال در خونه یورو بینه چی گپای تینجیه چی گپای پختو چینده سیم بابی دیده سم بایدم پخته شو کیر پرسیده نیچی درام دی ای بای جدا درامدن یگان کسو پرسیدن در کار بابی آهی اما برای چیم در اینجا آخی ما همه شوروز همه پخته رو نگاه بین کردازم که پخته بهترین نعمت های این پخته سفیده این پخته کرته میکنیم سطر میسازیم در وجود من و این پخته پنبدانه داره وش روغن میشه که آخه شکمانو سر میکنیم شما ای بابی نه چی دیگه بست ای بابی به حالی خب این زمین صاحب داره صاحبش میون باید یه دهنک بپرسه اوی اوخی اوی ما حالی ایروی یک چقدر کارا مدد کردیم
به چی مقصد شما پخت چینده نه؟ بابی ها آخی میگم که مرا شوهر میگه که تو کاری قشلاق نمیتونی تو هنری کاری قشلاق نداری انا تو مرا میگه که تو اثبات کنه که تو کاری قشلاق هم میتونی من دلم خیلی پخته به چین پخته چین تا نشان بده اثبات کن من برای تو مرسدس میخرم وا همین خیلی گو ها اگر تو پخت چینی رو یاد بگیری تو مرسدس میخرم ها همین رو نشان تو مرسدس میخرم شید دختر ما 10 دقیقه که دیگه هم بیستین 10 دقیقه که دیگه حاضر 10 دقیقه که دیگه بیستین من میخوام پخته بچینم و برای چی بابی؟ بابی خط پخت چی در کره آخه من پخت چینیم شوی حمید نشان میتون